میگم شما که 46 سال گفتین دارین موشک میسازین، مدلمون خوش بود، اگر دشمن بیاد دفاع میکنین، این بود؟ پس این مایه کجا رفت؟ پس این پول کجا رفت؟ آخه تو نیومدین حداقل برای جان خودتون ارزش قائل بشین، آخه دور خودتون یه دو تا ضد هوایی بذارین. اصلا خجالت آوره از مرز ایران تو بخوای تا تهران با جت برسی، حالا من نمیدونم نیم ساعت راه، 20 دقیقه راه. آقا یه سرباز دژمان، آقا ندیدیم هواپیما داره میره زنگ بدن آقای سلطان یه چیزی داره موشک رد میشه، این کیه؟ آقا این چیه؟ بعد شما که خودتون میدونستین اینا سری قبل اومدن گفتن ما آقا زدیم تمام سامانه دفاعی رو زدیم گایدیم، خب برای چی کیرگوزی میکنیم؟ مالک ای الله.